خب دوستان، در ادامه مبحث آموزش تعویض شمع و وایر 206 تیپ 5 یا همون TU5، اول اینکه این نوع موتور فقط از شمع‌های پایه بلند استفاده میشه، فقط مختص ماشینایی که از موتور TU5 استفاده میکنن مثل HC کراس، یه سری از بریلیانسا، 206 تیپ 5، رانا و 207 و یک سری از خودروهای دیگه که حالا بعدا در موردش با هم صحبت. برای باز کردن شمع و وایر این خودرو این قسمت ها 6 تا پیچ داره، پیچای خورشیدی، آلن خورشیدی که از این نوع آچار استفاده میشه که بهش تی-20 هم میگن. حالا ما از قبل پیچاشو باز کردیم، 6 تا پیچ داره اینجا، با پیچاشو باز کردیم که کار یه مقدار جلوتر. برای باز کردن این اگه باز کنید بکشین، اینجا یه خار داره روی این لوله خرطومه نگه دارنده، این میشکنه، حتما اینو با دست آزادش کنین که این آلپاق درب سوپاپ آزاد بشه. میرسیم به یک سری از لوله های خرطومی که کارش عبور بخارات روغن موتور. خب اینا بغل هر کدومش یه خار داره، حتما این خار رو نگه دارین. تکرار میکنم این خار رو حتما نگه دارین. یه فشار کوچولو به داخل و یه تکون ریز میاد بیرون. دومی هم به همین شکل، یک دونم اینجا داره، به همین سادگی میاد بیرون. و اینکه کار راحت تر جلوی اینو میتونه همینطوری هم کنار بذارم، ولی برای اینکه نشکنه اینجا این مدل سویک 2 تا خار داره، یکی بالا یکی پایین. حتما اینو سعی کنید از زیر با انگشت نگه دارین، خار بالا هم با یه پیشگوشتی. ببینید که 2 تا خار داره، مراقب باشید نشکنه. خب لوله‌های خودتون رو بذاریم کنار. این قسمت اسمش کویله، وظیفش برق رسوندن به شمع از طریق وایر. حالا به اونجا هم میرسیم با هم توضیح میدیم. یک سوکت داره، این سوکت یه خار داره این ناحیه، حتما این خار رو بگیرید، با تکون دادن این سوکت هم میاد بیرون. اینم میذاریمش کنار. برای باز کردن پیچای روی کویل 4 تا پیچ داره، اینم به همون شکل مثل همون پیچای درب قالپاق از همین آلن تی-20 استفاده میشه، آلن خورشیدی. یکم اینجاست که حالا ما این پیچو نداریم. این کویل این خودروه، این هم بوتای وایره که اگه هر کدوم از اینا برق‌دوزی داشته باشه قطعا روی این وایرها یه ترک میندازه که باعث برق‌دوزی توی قسمت برق رسانی میشه و ماشین بد کار میکنه. و اگر اینا هم برق‌دوزی داشته باشه بغل چینی شمع حتما یه رد برق‌دوزی میندازه که اگه ترک داشت حتما باید تعویض بشه. خب ما بکس 16 پای بلند داریم، پای کوتاه اینجا جا نمیشه. این نوشم پایینه میره توی سرسیلن بسته میشه، یه کمک بلند و یه دونه جغجغه. و حتی میتونه از آچار شمع‌های مخصوص توی بازار لوازم یدکی دارن، از اون هم میتونه استفاده کنه. برای در آوردن شمع، چون این قسمت شمع یه مقدار پایین‌تره، میتونید خودتون شمعگیر با یه وایر درست کنید یا اینکه با وایرهای خود ماشین این شمع رو بیاریم بیرون. گفتم
فشار میده به آره به این شکل. روغنی هم که دور این زده برای نشی روغن از دور قالپاق. اگر روغن سرش هم بود ایراد موتوری داره، ولی اگه دور چینیش هم و دور رزوایش هم بود برای روغن ریزی دور قالپاق که مکانیک باید براتون رفیقاتش. ممنون ازتون که این ویدیو رو دارین تماشا میکنید. خدا نگهدارتون. خب بچه ها، این شمع رو من باز کردم، فرشه زدم، نیاز به تعویض نبود. شمع جا زدم و دوباره میبندمش. موقعی که شمع میذارین اینجا حتما روی این شمعگیرتون ببندین که پلت سرش هم ضربه نخوره، چون از بان اگه ولش کنه قطعا اونجا ضربه میخوره، پلت شمع به هم میریزه و ماشین شروع میکنه به بدکار کردن. کسی توی این ویدیو آموزشی اینقدر کامل در مورد باز کردن و بستنش هم بهتون توضیح نمیده. ما هم باز کردنش رو داریم بهتون توضیح میدیم و هم بستنش. هیچ کاری نداره، کار بسیار راحته و یه مقدار فقط دقت لازمه که شمع رو رزوه به رزوه نبندیم. تا جایی که بسته میشه با این شمعگیرتون میبندیم و در نهایت با آچار سفتش میکنیم. خیلی نمیخواد زور بیاریم بشم. آره خیلی کوچیک، به همین اندازه که من دارم سفت میکنم شمعمو کفایت میکنم. تمام. خب بوته وایرمون هم که چک کردیم، مشکلی نبود. دوباره میذاریم سر جاش به همون ترتیب که باز کردیم، به همون ترتیب دوباره قطعات رو میبندیم سر جاش. بعد از بستن این پیچا سوکت کویل فراموش نشه. دوباره فشار میدیم. این تقی که میکنه یعنی سوکت جا خورد. قرطونی هم به همین شکل. و در نهایت جا زدن درب قالپاق سوپاپ و بستن پیچا. ممنون از تماشای این ویدیو، توجهتون. خدا نگهدار.